کجا گذاشتیش؟ چیه شیرین خانم؟ دروغ میگی. میدونم تو برش داشتی. کجا گذاشتیش؟ به این ساعت عزیز رو هم خبر نداره. چی رو کجا گذاشتم؟ تو هم مثل همه میخوای بچه من بمیره ولی بچه اون زنی که به دنیا بیاد. آره؟ آره! بچه من بمیره. دستت با اونا توی کاسه است. چی رو کرده؟ شما گرفتی؟ یا بهت نشون بدم. یا ببینم. به خدا چی رو من نداشتم. شیرین خانم موچه دستم چی کرد شیرین خانم موچه دستم. چه دوایی من تو برداشتی؟ چی دوا چیه؟ کدوم شیشه دوا شیرین خانم جان؟ من اصلا نمیدونم کدوم شیشه دوا رو نمیدونی؟ اصلا نمیدونم کدوم شیشه دوا رو میگی. من نمیدونم کدوم شیرین خانم جان. دروغ میگی. شیرین خانم من اصلا نمیدونم کدوم شیشه دوا. تو برداشتی. دروغ نگو. دروغ نگو. دروغ نگو. دروغ نگو. شیرین خانم جان. شیرین خانم تاشین اکرامم چیزی شیرین جان اکرام هیچی نیست خانم. آروم باشین شیرین خانم. بیایم بریم تو اتاق. شیرین خانم مواظب باشین. چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ چه شده؟ من چی کار کردم اکرم؟ راحت بخوابیم. اکرم جانم خانم. اکرم من چی کار کردم؟ به آدم خوابگر که حرجی نیست خانم. بخواب. نمیتونم. یکم از اونا بیار بخورم. الان؟ آره میخوام بتونم بخوابم. بجام. بسه خانم. بذار بمونه. بهتره بخوابین خانم. اینجوری مریض میشین.
معلومه تو این خونه چه خبره. سلام آقا. اگه نمیتونی زفت و رفتش کنی صبح مرخصی. نه آقا از این بعد شبا نمیخوابم تا صبح مواظبشونم. میخوام بدونم سفرم که بود همینجوری بود؟ کمتر آقا. از وقتی فهمیدن شهرساز خانم داره بچه دار میشه خب بدتر شدن. دهنت قرص باشه. به ململم بسپر قضیه رو یک کلاغ چل کلاغ نکنه. چشم آقا. میتونم حرف مردم بد دردیه. به ململم گوش زد میکنم حرفای شما رو. گوش کن. نمیخوام شیرین بدون من دیدم ماوقع رو هیچ جور. رو چشم آقا. الانم برو کنار تختش بشین مراقبش باش تا صبح. برو. چشم آقا چشم. سلام. سلام. سلام فرد. بالاخره در اومد. اینم شماره 15 مجله. یادتونه همتون میگفتیم فوقش 10-12 تا شماره؟ یه خبر خوشه دیگه. برای اولین بار یر به یر شدیم، یعنی دخل و خرج برابر. شماره 14 هیچ برگشتی نداشته، همش دست مردم. سنگین باشه. آقا تو یه چایی برای بچه‌ها میاری؟ ممنون. خبر باشی همیشه. شیرینی. فراد نمیخوای بلنشی بریم دیر میشه. کجا؟ رفیق کجا سیر میکنی؟ مرغ دریایی تئاتر مریم. دور من خودم میام. خیلی خب پس من برم که قبل از اجرا پشت صحنه باشم. باید آیت الکرسی بخونم دیالوگ یادش نره. جالبه. مریم خانم آیت الکرسی. یه چیزایی تو خون آدمه دیگه. میای دیگه؟ آله. گفتی 2 نفرین؟ آره. تصادفاً اون نفر دوم همون بانوی عفیفه محترمه شاعره‌ای نیستن که یه شب در محضرشون شام خوردیم گهگداری قدم رنجه میکنن پا به دفتر مطبعه میذارن؟ بابک شوخی داره جدی میشه انگار. نمیدونم. گیجم. نمیخوام قربونی گذشته من شه. قربانی کردن چی؟ راست و پوسکنده بهش بگو بود و نبوده تو دیگه خود داند. گفتم همین رو بهش. خب همین. نکنه میترسی کلش واسه فراموش کردن شهرزاد باشه. چی داری میگی بابا؟ رفیق با خودت رو راست باش. همه زندگی که یه جور نمیشه. یه جورش هم اینجوریه. این رویا خانم یه هوا مال یه دنیای دیگه است. حرف زدنش، عصبانی شدنش، صحبت کردنش، اما یه سادگی قشنگی داره که انگار تو درگیر اون شدی. خیلی بلا تکلیفم. نترس. دلتو به دریا بزن برو جلو. مگه چند بار قراره زندگی کنیم که میخوای 2 تا 4 تا کنی؟ به چه کسی هم داری اینا رو میگی؟ 2 تا 4 تا. راست میگی والا. اما گاهی هم بد نیست 2 تا 4 تا کنی. دیر نکنی فراد. نه.
پدر و نوادریم اجازه نمیدهند که اینجا بیایم. میگویند شما مثل کولی ها زندگی میکنید. میترسند که من هنرپیشه شوم. اما من همچون مرغ دریایی که به سوی دریاچه کشیده میشود به سوی اینجا جذب میشوم. قلبم لبریز از عشق توست. نگران نباش، ما تنهاییم. احساس میکنم کسی اینجاست. بابک کسی نیست. بابک میگم مگه قرار نبود اگر فرهاد بگذاری با تو بیایم تمام شب در باغ میمانم و از همانجا به پنجره اتاقت خیره میشوم. حتما کاری براشون پیش اومده دیگه. نمیشود. نگهبان میبینند. حالا چی کار داری با کار دیگران؟ نمایش رو ببین. نینا دوستت دارم. بله. سلام مادر. نه نگران نباشید، گفته بودم که امشب من دیر میرم تئاتر. نه نرفتم. یه ذره اینجا سرم شلوغ بود. آره. الان است که دیگه راه بیفتم. چشم مادر، چشم. رو چشم. خداحافظ. بله. این نامه رو همین الان آقا فرهاد آوردن که بدم خدمت شما. کی آورده؟ غلط نکنم یه خانمی بود که چند تا شعر آورده بود برای چاپ تو نشریه. الان اینجاست؟ عجله داشت، گذاشت رفت. در زمستان گرمم از گرمای تو، در بهاران شادم از آوای تو. فصل گرما گرمیش از قلب من، در خزان برگم و میمیرم به پیش او. بسه دیگه کار کردن کافیه. اگه به خودت باشه از اینی هم کسی لاجون تر میشه. الان همه جلو شما شام خوردم مادر. اون
اما شام خوردن به درد خودت میخوره. برای تنقلات آوردم. من نمیتونم اینا رو الان بخورم. نمیتونم و نمیخوام نداره. باید تا جمعه شب بشی این هوا. را چه خبر جمعه شب؟ حالا دیگه قرار من و تو آقا جونت جمعه شب بریم خونه حاج زیایی. دخترش منصوره ماشاءالله پنجه آفتاب اینه برگ گل میمونه. خانم همه چی دون تازه رفته تو 16 سال. آخه قرار بچه داری کنم ها؟ حرف نباشه همون چیزی که من میگم. آخه این وسط یه مشکلیه مادر. ببین شاید ولی از جدی نشده ها. مادر تو که من داری نصف عمر میکنی حرفتو بزن. یه خانومی هست که میخواستم اگه بشه همین روزا بهتون معرفی کنم ولی هنوز مطمئن نیستم. درد و بلات بخوره به جونم مادر. چرا اینو زودتر نگفتی من از نگرانی در بیام؟ حالا کی هست این مستور خانم؟ خودتونم که دارید میگید مستور است دیگه. وقتش شد بهتون میگم. ولی خب حالا اسمش رویاست. شعر میگه به منم محبت داره. من چیز زیادی هنوز ازش نمیدونم. راجع به این موضوع هنوز خیلی جدی با هم حرف نزدیم. ببخشیدا من نه اینکه بخوام استراق سم کنم ولی خود به خودی شنیدم کلشو و الانم دارم از ذوق میمیرم. قول میدم به هیچکی نگم. قول میدم. تو پشت در چی کار میکردی؟ آقا جون باهاتون کار داره. اما نه دست این آقا جونت که 2 دقیقه نمیشه تناش گذاشت. مادر شما به آقا جون میگی؟ مادر تو که چیزی به من نگفتی اما همین قدشو میگم. راستی بعد یه جمعه شب چی میشه ها؟ من میگم این که هست اونم بیا ببین هر کدوم بهتر بود انتخاب میکنی. اگرم 2 به شک بودی خودم واسه آقا جون منتظرتون. آقا جون با من چی کار داره؟ فقط میخواد بگه مرزی. چرا میخندی؟ ببین بالا شما برین من الان میام. داداش یه چیزی میخوام بگم. مامانم هنوز نمیدونه. یه دختر هست تو کلاس خیاطیمون اسمش مینوه. مثل ماه شب 14 میمونه. ببین 2 دقیقه همچین الگوی دامن ترک در میاره ها آدم انگشت به دهن میمونه. خب میگم اگه رویا و منصوره نشد اینم هست. تازه خیلی هم از اون 2 بهتره. دوی رویا رو دیدی حالا؟ نه ولی حسم اینطوری میگه. خب من حسم میگه که هر موقع خواستم برای خودم یه دامن ترک بدوزم خبرت میکنم که داداش دارم جدی میگم. من دارم جدی میگم. باش برو بیرون. پر رو در زمستان گرمم از گرمای تو. در بهاران شادم از آوای تو. فصل گرما گرمیش از قلب من. در خزان برگم و میمیرم به پیش پای تو. کاش فصل 5 در راه بود. کاش نامش فصل وصل ما بود. کاش برگ درختان خزان برگ ریزان زرد و سرخ و نغمه خوان می سرودند این نوا با بخت تو. تو بمان. یالا بنال نه سگ بنال. دایی به خدا امروز هیچ کاری نکردم. آره غلط کردی. تو گفتی منم باور کردم ها. پولا رو خرج کدوم رو اولایی کردی همچی جک ها؟ چیکارش داری بچه‌مو ولش کن. تو یکی خفه با این تخم مولی که بس انداختی. من اینو آدم نکنم غلام نیستم. جلوتر نیا یا. نه تو رو خدا. زبونو تا از حلقومت میکشم. غلام چیکار کردی؟ به ارواح خاک عزیز جون دست رو بچه‌ام بلند کنی آتیشت میزنم ها. این باید یاد بگیره آدم شد و فکرت خونه نیا. ولش کن بچه‌مو بیشترم. دستم همسایه‌ها شاهد باشی. خفه شو بابا. همسایه هم دیگه میشناسنت. خدا لعنتت کنه. ولش شدن از دستت. خدا لعنتت کنه. مرد ببین با دست بچه‌م چی کار کرد. بشین اینجا مادر. بشین اینجا ببینم چی پیدا میکنم برای تو. خدا الان برای پماده ولی میمالم. این دردتو خوب میکنه. سر چی دعوات میکرد حالا؟ گفت چرا از کار نکردی؟ اصلا مشتری نداشتم. دستمو سولاخ کردی. نمیتونم تکونش بدم. نکنه راستی چلاق شم. خوبه کلی بازی در نیار. با این کاری که با دست بچه‌م کردی با سیخ داغ کنم بکنم تو هر چی. چیه؟ چند وقتی افسار پاره کردی واسه ما. بابا ما خودمونیم و یه شهر.
حالا یه ضعیفه ریغ ماسی میاد سیخ میکنه تو دست ما. آخ دستم راستی تکونش نمیتونم بدم. اونی که تکون نمیخوره اگه غیرتت که چش دوختی به این سرنارسشه که این بچه از باکس کفش این اون در میاره. منه که کم تیغ نمیزنی، لااقل دست از سر این بچه بردار که به خدا این دفعه گزیتش کنی یا جفت دستاتو از کار میندازم. راست نگاه کن ببین چیکار کردی. تو ببین چیکار کردی با دست بچه‌م. مبد ملجم. تو خواهری؟ تو از زنبابام بدتری. هند جگرخوار. دست و زبونش عین اون نیش ما رو قاشیه است. آی دستم خدا. ای خدا دستم. آی میسوزه. آی آی آی. لباس امروزتون که واقعا فوق‌العاده است شیرین خانم. از حیث زیبایی هم با آخرین مد لباسی که من در پاریس دیدم برابری میکنه و حتی سرتر. خب من با تمام وجود منتظر شنیدن تصمیم شما. باور کنید شیرین خانم دل تو دلم نیست، اما حتی اگر که بگید نه من باز هم خوشحالم. و میدونید چرا؟ همین که با شما آشنا شدم برای من یه معجزه بود. یه چیزی مثل یه زندگی دوباره. خب دروغ چرا؟ من یعنی چجوری بگم، من قصد ندارم که به شما جواب رد بدم. موافقید؟ جداً؟ یعنی شما با من شراکت میکنید؟ بله. شیرین خانم باور کنید این خوشترین خبری بود که تو 2-3 سال اخیر شنیدم. خوبه. پس قبل اونم خبرهای خوش شنیدی؟ راستشو بخوام فقط یک بار. اون وقت اون یه بار کی بوده؟ یک روز بارانی در لندن، وقتی که کنار رودخونه تایمز کریستیان به تقاضای عشقم جواب مثبت داد. وای چقدر قشنگ. هرچند 6 ماه بعد توی سانحه رانندگی عمرشو داد به شما. وای واقعا متاسفم. به قول ایرلندیا عشق کوتاه و زندگی بلند. چقدر وحشتناک. ببینید شیرین خانم، من میخوام به شما اطمینان بدم که من شما رو ناامید نمی‌کنم. ما یعنی من و شما بزرگترین و شیکترین فشن شاپینگ بانوان رو افتتاح میکنیم. شیکتر از هراوتس در لندن و شیکتر از گاری لافایت در پاریس. ایشالله ایشالله. گوش شیطون کر همین میشه که شما میگید. مطمئن باشید. غذاتون رو میل نمی‌کنید؟ چرا؟ آقای احدی. سلام خانم. سلام. شیرین جان. بله آقا جون. بیا تو کارت دارم. سلام آقا جون. سلام بابا جان. بیا تو. بشین.
سر شام نبودی؟ بله به ململ گفتم که بهتون بگه که میرم دوره دوستای دبیرستانم. نگفت؟ چرا؟ گفت. حالا امشب که گذشت و اما من بعد میخوام هر جا هستی شام خونه باشی. تو که نیستی سفرت رونق میفته. ای بابا آقا جون، قبات که هست. قبات کجا؟ تو کجا؟ بفرمایید دختر نازا کجا؟ وارث کاکلزری کجا؟ طعن و کنایه قواره زبون تو نیست دخترم. به روح مادرم طعنه نمیزنم آقا جون. حساب 2 تا 4 تاست دیگه. بالاخره باید یکی باشه هم خون شما هم اسم شما سلسله دیوان سالار رو زنده نگه داره. قبادم اینو فهمیده، همچین واسم تاخچه بالا میذاره انگار تخم 2 زرده کرده. هر شب به بهونه این که شما خبرشو دارین و اجازهشو دادین پا میشه میره اون طرف. تازه میگه وقتی که هست واقعا هست. نیست آقا جون، نیست. شما نمیدونین. من زنم، مشامم تیزه، میفهمم. از هر آهی که از ته دلش میکشه، توی سکوتش، تو اون نگاهش که میره یه جایی که اصلا نمیدونی کجاست. از همشون بود گند اون زنی که میزنه بیرون. ببخشید آقا جون. نباید اینا رو میگفتم. اصلا نباید اینا رو بگم. خب اگه این دومل ترکوندن ها آرومت میکنه طوری نیست. من دیگه کارم از دومل ترکوندن گذشته. من الان خودم یه دوملم که هر لحظه ممکنه بترکه. مگه اینکه چی؟ مگه اینکه با قباد متارکه کنم آقا جون. گفتی؟ کم نیستن آدمایی که سرشون به تنشون بیارزه و منو بخوان. عجب عجب عجب. پس کسایی هستن؟ نه آقا جون، نه که فکر کنین کسی چیزی گفته. اصلا غلط میکنه کسی حرفی بزنه الان. ولی خب هستن دیگه. آدم میفهمه بالاخره. بعدش همین که تصمیم گرفتم با یکی شراکت کنم، یه فروشگاه بزرگ بزنیم تو لاله‌زار، شکل فروشگاه فرنگ. صحیح. حالا کی هست این کسی که میخوای باهاش شراکت کنی؟ دانشجوی پزشکی بوده تو لندن، متموله، اصل و نسب داره. پیشنهاد شراکت داد، منم قبول کردم. اصلا دیدینش تو ضیافت آقا جون. همه طرفشو سنجیدم. یه باری هم رفتم لاله‌زار، حساب همه چیو کردم آقا جون. بهش بگو اول باید با من حرف بزنه. واسه چی آقا جون میخواد با من شراکت کنه، نه با شما که؟ چطور اون دختره میتونه واسه خودش درس بخونه، یه کاری بشه که هیچ کوفتی هم نمیشه ایشالله؟ من نمیتونم؟ خب منم میخوام تجارت بکنم، بچه که نیستم آقا جون. همچین اسمی بتره کنم تو تهران، همچین متارکه بکنم با قباد، داغم بمونه سر دلش. وقت پول دادن که شد خبرتون میکنم آقا جون. گفتی این جوون خارج تحصیل کرده؟ بله آقا جون، لندن درس خونده.
ولش کن برو بخواب. وایسا ببینم دیگه چه اومدنی بود بی وقت شبی. دیگه آخه اینقدر نمیدونم تا صبح دیگه نمیتونستم صبر کنم. خیلی خوب در حیاتو باز میکنم بیا تو. برو بگی بخواب. نه دیگه بیا. چی کار میکنی نصف شب؟ بکی با قارچی گرد حال بیاد. دست کلت درد نکن. شبیه شبح اپرا شدی. شبیه کی شده؟ شخصیت یه رمان فرانسوی مال 10-12 سال پیشه. نصف شبیه داری درس ادبیات میدی خانم دکتر؟ نه دیگه. خانم دکتر اجازه؟ مسخره نکن دیگه. قبا تو پرسیدی منم جواب دادم. نه جدی خانم دکتر یه سوالی. من می‌بینم که معجونی چیزی هست شما برای من تجویز کنین برای این روح سرگردان اپرا. شبح اپرا که یه خود کمتر دلتنگ زن و بچه‌ش بشه. هست. یه معجونی هست از اشک چش بلبل، شبنم درخت بگیر نگیر، عصاره زبون مار غاشیه. آخرش رسید به زهرمار. پس چرا؟ درمون قطعی دلتنگی همینه دیگه آقا قبات. کلک ناقلا. بگو ببینم چی شده؟ خلاص شدیم. یعنی چی؟ یعنی خلاص شدیم. با گوشای خودم شنیدم که شیرین داشت به بزرگاقم گفت میخواد متارکه کنه. چجوری یهو ناگهانی؟ خدا بخواد اینجوریه دیگه. بخواد دوتا عاشق دل خسته رو به هم برسونه از این عجیب ترش هم گم میکنه. چی فکر کردی؟ حالا جدیه؟ آره جدیه. خودش اینطوری بهتره. تاش چی؟ بالاخره دخترم اومدی. نمیتونم ببینم این اسپند رو آتیشه بالا پایین میپره. من که نمیخوامش. بلکه حالا متارکه کنه یه کسی پیدا شه اونم یه سرسامونی بگیره. این حرفا خیلی حرفای خوبیه. یعنی میگم یه انسانیتی توش هست. اما چیه؟ من خیلی خوشبین نیستم. بزرگ آقا راضی، شیرین راضی، منم راضی. این وسط چی؟ گوره بابایی ناراضی. حالا بذار ببینیم چی میشه. جوجه رو آخر پاییز میشمارن. بذار بشمارن. اصلا خودم واسه شون میشمارم. چه باکه. قد میام. یه کمی قبل رفتن یه قصه واسه میگی؟ دیوونه ای؟ آره والا. بعد جوری معتاد این 1001 شبانه شهرزاد قصه باشه. خیلی خوب. یکی بود یکی نبود. چیه داری نگاه میکنی؟ مگه نمیبینی؟ این وقت شب عقوبات اینجا چی کار داره؟ چه میدونم والا. بس که خوابای قمر در اغلب دیدم تشنم شد. آقا جمشید شما میگی شهرزاد خوشبخته؟ پس چی؟ دارن زندگیشونو میکنن. این چه زندگیی که زن و شوهر نصف شبی باید با هم وعده کنن؟ کجای دنیا اینجوری رسمه؟ حرفای خارجی میزنی خانم. نصف شبی اصول دین میپرسی؟ خوشبختی که شاه خودم نداره دیگه. خوشبختم. ولی چشمای شما یه چیز دیگه میگه. بله چشمای من میگه برم بخوابم همون خوابای قمر در اغلب ببینم سنگین ترم.
سلام آرام. او منتظرم. چی باید بگم همونجا؟ جواب سوال آقا رو بده. از عقلت بگی بده به زبون. راستش عمو جان خبر خیلی ناغافل بود. هضمش خیلی سخته. من و شیرین از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم. خواست دل من یه چیز دیگه است. خیر و صلاح شیرین ظاهراً یه چیز دیگه. اگه واقعا به خیر و صلاحش باشه من کی باشم که بخوام این وسط انقلتی بیام؟ خوبه که فکر خیر و صلاح زنتی. مردی که یه بی غیرت شیرین زنته. تو چطور خودتو راضی میکنی ناموست سقز دهن هر کس و ناکسی بشه نامرد؟ گاهی وقتا شک میکنم که تو از خون من باشی. اگه ماه جبین زن برادرم مثل برگ گل پاک نبود جدا شک میکردم. آخه چطور ممکنه یکی از خون دیوان سالارا اینقدر زبون و بی‌غیرت باشه که زنش و ناموسش رو به این راحتی ول کنه به امون خدا؟ شاه عباسی روناس یه تختا، لچک تورنج فیروزه‌ای 2 تختا، خوبه؟ حاج خانومی دونه اناری یه تخت آقا، مهرابی سرمه‌ای 2 تخته. عسکری بلا بپر 2 تا چای بردار بیار. رو چشم آقا جون اون دفتر دسته که ببن بیا اینجا کارت داره. آقا جون میذاشتین تموم شه بعد اگه تمام میشد که مثل گوله فشنگ از حجره میزدی بیرون و نمی‌سدی جواب پس بدی که. بفهمید گوشم با شماست. این جریان خواستگاری و ازدواج و اینا چیه؟ داستان خواستگاری و ازدواج دیگه آقا جون. شعر تحویل من نده فرهاد. این رویا خانم کیه؟ و فامیلش کیان؟ چه کاره است؟ سر کدوم سفره بزرگ شده؟ چند سالشه؟ والا آقا جون دقیقا نمیدونم. نمیدونی؟ حالا آقا جون خب دونستن یا ندونستن چه توفیری میکنه؟ اگه ما شهرزاد نمیشناختیم رفت نشست سر سفره عقد یه مرد غریبه. شهرزاد؟ منظورت شهرزاد خانومه دیگه، دختر جمشید، زن قانونی و شرعی قباد ها؟ آقا جون شما هنوز خیال میکنی من به اون فکر میکنم؟ شیطون لعنت، من کی همچی حرفی زدم؟ چرا حرفو عوض میکنی؟
یک کلوم. من تا نفهمم این دختر کیه خواستگاری بیا نیستم. نظر منم نیست، مادرت هم همین فکر رو میکنه. خب من که نگفتم هلولکی بریم خواستگاری، فقط خواستم شما در جریان باشیم. بده نمیشه که ما تا وقتی نفهمیم کس و کار این دختر کیه که نمیتونیم بریم خواستگاری که. آقا جون بالاخره من نفهمیدم شما میخوایم برین خواستگاری یا نمیخوایم برین؟ به 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 سلامتی بوی خواستگاری به مشام میرسه آقا فرهاد. آقا فرهاد دست راست روی سر ما آقا. این حرفا به تو ربطی نداره، برو به کارت برس. معذرت. حالا کجا میخوای بری؟ کار تموم نشده که. وعده دارم شب برمیگردم تا دیر وقتم شده اینا درستشون میکنم. آقا فرهاد چای تازه دم ریخته بودم براتون آقا. خودت بخور. خدا اصغری حواست به حجره باشه، من الان برمیگردم. رو چشم آقا. بسیار خوب. حالا هر چی که من گفتم کلمه به کلمه تکرار کن. لازم نیست. همه رو فهمیدم. بعید میدونم فهمیده باشی که اگر فهمیده بودی اینقدر تو چشم بزرگ آقا خوار و خفیف نمیشدی. حالا بگو کلمه به کلمه. میشنوم. کجا؟ بدون عصبانی. روی اسب ترکمان یه شرط خوب بس. باز فیلت یاده هندسون کرد. آدمی که 2 تا زن داره این کار رو میبوسه میذاره کنار. آدمی که 2 تا زن داره فقط یه راه داره. بره به جهنم. الو. سلام عزیزم، چطوری؟ نه طوری نیست. بیخوابی دیشب خود زده به صدام. حق با تو بود. موضوع من زیادی جدی گرفته بودم. شیرین برای دلم موندنیه. چه میدونم یه چیزی گفتم یه چیز دیگه شنیدم. چی بهت بگم؟ رفتنی نیست دیگه. الان نمیتونم صحبت کنم. کلوب خیلی شلوغه. آره امشب باید بمونم اینجا. حسابا کتاباشم میخواد به هم ریخته. راست ریستش کنم. از طرف من بهشون سلام برسون. عذرخواهی کن. عزیزم تو اگه بخوای اخم و تخم کنی من دیگه باید برم خودم حلقا ویز کنم. باشه میبینمت. قربونت برم. خداحافظ. آفرین. فهمیدم که فهمیدی چی گفتم. رو اسب درستی شرط بستی. حالا پاشو برو خونه لباس تو عوض کن. میخوام بریم یه جایی که منتظرت نیستن. کجا؟ به موقعش میفهمی. شهرزاد
میگم ببین چه قشنگ اندازم شد. فقط باید بدیم سعیده خانم کمی گوشه‌هاشو درست کنه دیگه خوب میشه. آره اندازته. میگم این دوتا هم که آوردم فقط به خاطر این بود که بگم چقدر قشنگن، نه اینکه بگم مال من باشه. یه جور دل آدم آب میکنن. قربونتون برم شما دوتا انقدر قشنگین. براشون داره اگه دوست داری. واقعا؟ مال من؟ آره مال تو. میگم ما اصلا من خر درازگوش، ولی توی وقت قصه نخوری فهمیدی فرهاد آقا هاشمینا داره زن میگیره ها. اصلا هم بهتر. چی؟ هیچی. من هیچی نگفتم. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سؤال و تو سینم گذاشتی جهانی دروب و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محالی تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ یه دنیا غریبم کجایی عزیزم؟ بیا تا چشام تو چشمات بریزم. نگو دل بریدی خدایی نکرده، ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده. همه جا رو گشتم کجایی عزیزم؟ بیا تا رگامو تو خودت بریدم. بیا رو تو رو کن منو زیر و رو کن. بیا زخم هامو یه جوری رفو کن. عزیزم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟